شام بخیر، در خدمتتون هستیم. شورهان پرویز محمدامین و بابا خالمرادزاده با دیدار تیم‌های ملی تاجیکستان و مغولستان. پرتاب پرویز جان عمرباєв با کنار چپ اینجا ارسال توپ به داخل جریمه گل و گل! Manu Jalilov در داخل جریمه رقابت حسابی بازی رو برد می‌گیرد دوستان ارجمند. باز هم یک ارسال دیگری توپ به داخل جریمه گل و حساب 2-0 نشود، اما داوری عراقی حالا با این اشاره خود اعلام کرده است که گل را به اعتبار نمیگیرد. محمدجان هجوم رو ادامه میدهد ولی توسط نیمو فیزتگران و حمایتگران هجوم ادامه میکند. پرتاب به جریمه گل و کامران تورسونوف بهترین فرصت بود برای بازیگر تیم ملی ما. فعالترین بازیگران در آغاز این رقابت به حساب می‌رود. ادامه هجوم را می‌بینیم. کامران تورسونوف ضربه میزند و بسیار خوفناک. حالا توجه به علیشیر جلیلوف است و اینجا پرویز عمرباєв پرتاب میکند به جریمه گل، ضربه و گل! وقتی دستی دروازه‌بان در بالای توپ بوده است، بعداً ضربه منوچهر جلیلوف. ادامه هجوم را خواهیم دید. باز هم بازیافت توپ بر سوی فوتبالبازان ما. ارسال دیگر برای به داخل جریمه گل و چگونه امکانیت حساب 2-0. علیشیر جلیلوف دوستان ارجمند حساب 2-0 و باز هم در آغاز بازی فوتبالبازان ما توانستند به زدن گل دست یابند. احتر نظر فولوبوتو دستی کنار پرتابی او امکانیتی بینید خوب و چگونه این فرصت از بین برده می شود. بالا حمله نواتی فوتبالبازان ما. ادامه هجوم را ببینیم. باز یک پرتابی اولی و پرویز جان عمرباєв. باید حداقل یک تشبوس دیگر رو هم به دست بگیرن. پرتاب بسیار هم خوبی در آنجا نرگشت و کنار میدان فرصت است برای کامران تورسونوف ارسال توپ، ضربه و گل! همین طور شهرام سمیف حساب را 3-0 میکند. و 3 دقیقه اضافه کرده داور هم به انجام میرسد دوستان ارجمند. با همین تمام بینندگان ارجمند، تاجیکستان در بازی دوم هم بر مقابل منتخب مغولستان توانست با هنرنمای عالی خود پیروزی به دست آورد و دیدار امروز با برتری کلان ما با حساب 3-0 جمع بست شد.